تو دفترچه خاطرات آشپزی می نویسم که این غذا از خوشمزه ترین غذاهاییه که تا حالا تو عمرم درست کردم. برای آماده کردن سینه مرغ شکمپر با چاقو یه حفره داخل سینه مرغ ایجاد میکنیم و با زعفرون و ادویه‌ای که داخل کپشن مینویسم مزه دارش میکنیم. پیاز داغ آماده میکنیم که خیلی لازمش داریم. حالا ترکیب سبزی معطر سرخ شده، مغز گردو، پیاز داغ، قیسی، زرشک و نمک به همراه یه مقدار رب انار میشه یه معجون فوق‌العاده. بعد از گذشت 1 ساعت از مزه‌دار شدن مرغ‌ها مواد رو داخلش میریزیم و تو روغن سرخش میکنیم. ببینین زعفرون ایرانی چه رنگ طلایی میده به مرغ بعد از سرخ شدن. حالا لازمه که یه سس درست کنیم. پیاز داغ، زردچوبه، نمک، فلفل، رب گوجه فرنگی و آب. سینه مرغ‌هایی که سرخ شده بود رو داخل سس میذاریم به همراه قیسی و زرشک. اجازه میدیم تا 45 دقیقه آروم آروم بجوشه. نتیجه کار خیلی فراتر از اون چیزیه که تصورش رو میکنی. مسعود عابدینی هستم و امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.